ایشون یه خانم دوچرخ سواره که به شهرهای مختلفی سفر میکنه و هزینه‌های سفرش رو با هنری که داره حین سفر تأمین میکنه. شاید براتون سوال باشه چجوری؟ تا آخر ویدیو با من همراه باشید. ما در حال رفتن به بازار حاج رئیسیم، جایی که خانم ساده‌حال دست فروشی میکنه. من تو سفر فیروزه میفروشم. فیروزه معدنش توی نیشابور هست، کرمان داره، اصفهان داره، ولی خود نیشابور قدیمی ترین معدن سنگ فیروزه توی جهان هست و اگه بدونید فیروزه تنها سنگ زنده دنیا هستش و خیلی خاصیت داره و اصطلاحاً ما میگیم که اگه بهش آب بخوره این شفافتر میشه رنگش روشن و اگه چربی بخوره تیره میشه. من تو سفر سنگ میارم و بعضی اوقات سنگ رو تراش میدم و به صورت حالا دستبند، انگشتر، گوشواره میفروشم. در کنارشم کار گیره سر برای خانم‌ها هستش که این کارا دستی شده هستش. سنگ فیروزه به صورت طبیعی به صورت سنگ کوچیک و تراش خورده یا اینکه توی دستبند و گردنبند استفاده میشه. اغلب توی خود نیشابور سنگ رو توی رکاب طلا یا نقره میفروشن، چون خود سنگ فیروزه سنگ خیلی قیمتیه، بهتره که پایه گرون قیمتی هم داشته باشه. ولی من چون توی سفر نمیتونم با خیلی هزینه بالا بفروشم، اغلب از طلاروز و پایه‌هایی مثل برنج یا مس استفاده میکنم. ولی خب سنگ خاصم دارم، مثلا این کار انگشترم روی پایه نقره استفاده شده یا این کار گردنبندم جز یکی از بهترین سنگام هستش. خب سنگ فیروزه به سنگ عجم و غیر عجم ترجیح میشه. میخواین تو نور نشون بدین که بله مشخص باشه. و این پیج من هست، پیج سفرم هستش که دوستانی که دوست دارن از برنامه سفر من اطلاع داشته باشن و ببینن مسیر سفر من کجاست میتونن که دنبالش بکنن. سحر بایسیکل. سلام، من سحر ساده‌حال هستم، متولد 65. حدوداً 10 سال دوچرخه سواری میکنم و دوچرخه سواری سایکل رو از سال 99 شروع کردم و از خطه جنوب، یعنی از سمت بندرعباس به سمت عسلویه رکاب زدم. هر سال، حالا 2 بار در سال اگه تایم کارم اجازه بده، سفر طولانی مدت جاده‌ای رو انجام میدم. فصل زمستون سمت ساحل جنوبش رو انتخاب میکنم به خاطر آب و هواش که خیلی مناسبه. امسال از 24 بهمن ماه شروع به سفر کردم. سفرمو با قطار بوده. از نیشابور شروع به حرکت کردیم با قطار به اندیمش و رکاب زنی من از شوشتر بوده. از شوشتر به سمت سالن، بعد بیشه بزان، پامنار و درشه شهرین بوده. از شهرین سمت دسفول، اهواز و بعدش هم سمت بوشهر بوده. تو سفر طولانی مدت هم برای که من هزینه سفرم هم تامین بکنم کار در سفر میکنم. کار در سفرم هم اغلب محصولاتی که متعلق به شهر خودمونه که فیروزه مال نیشابور هست انجام میدم. از تجربیات سفرم میتونم بگم بهترین چیزش
برخورد مردم خیلی خوبه، مثلا با خانم‌های دوچرخه سوار. همیشه همه اینو از من سوال میپرسن که بحث امنیت چطوره، هیچ مشکلی پیش نیومده. خب به هر حال با نکات ایمنی رو رعایت بکنیم. مثلا من برای کمپ و خوابیدن ترجیحاً این که در شهرهایی که بزرگتر هستش کمپ نمی کنم، از اقامتگاه استفاده می کنم. خب به هر حال به خاطر مسائل امنیتی. ولی توی روستاها و شهرهای کوچیکتر کمپ کردن خیلی راحت تره. جوامع کوچیک مردم خیلی هوای همدیگه رو دارن و اتفاقاتی که تو سفر میفته، خب برخورد ارتفاقی با مردم، پیگیریاشون و همچنین برخورد محبت آمیزی که با من دارن. در طول سال خب من سرویس دوره دوچرخه رو انجام میدم و یکی از کارهای واجبی که حتما قبل از سفر طولانی مدت میکنی اینه که باید سرویس کامل بکنی، لاستیک، دوچرخه و همه چیز. خب من مثل طبق معمول انجام دادم، ولی اتفاقات همیشه تو سفر میفته. من قبل از ورود به بوشهر با یکی از دوستان دوچرخه سوار بوشهری هماهنگ کردم و وقتی اومدم اینجا یکی از دوستانشون که تو کار دوچرخه بودن رو به من معرفی کردن. من ترمز دوچرخه‌م یه درگیری خیلی کوچیکی داشت، اومدم خدمتشون، آقای مجتبی دهباشی، و ایشون لطف کردن به جای تعمیرش سرویس کامل انجام دادن. دقیقاً حدوداً 1 ساعت و 1.5 ساعت همراه با همکارانشون زحمت کشیدن و یه سرویس خیلی خیلی کامل انجام دادن. من 2 روز توی بوشهر ساکنم. انشالله فردا صبح میخوام شروع کنم به استارت حرکت و بعد مسیرم اصلویه و بعد پارسیان و بندر مقام و بندر عباس و انشالله اگه تایم داشته باشم قشم و هرمز هم انتهای مسیرم میشه. خب دوستان پرسیدن که دلیل سفرش چیه؟ شروع سفرم تفریحی بود، یعنی می‌خواستم تست بکنم که سفر با دوچرخه چه شکلیه. ولی بعدش که حالا بیشتر تو این مسیر افتادم، غیر از بحث سلامتیش که خب یکی از مهمترین الماناشه، 2 مسئله خیلی مهمه که مسئله زیست محیطیه. چیزی که من به وضوح مخصوصا توی سفرم توی این چند سال متوجه شدم، انقدر بحران‌ها و زنگ خطرهای زیست محیطی برای من شروع شده. سال 99 که من وارد استان هرمزگان شدم، دقیقاً در تایم دیماه بود و بارندگی فراوون بود. الان دقیقاً بعد از 3 سال خیلی اینجا خشکسالی شده و شدت بارون کم شده. این اتفاقی که برای تمام استان‌ها افتاده. این مسئله زیست محیطی واقعاً به نظرم برای ما هشدار شده. استفاده خیلی فراوون از سوخت‌های فسیلی که ما برای ماشینامون استفاده می‌کنیم و بعد بحث دیگه این که سفر دوچرخه یک سفر خیلی آرومه. شما وقتی سفر با ماشین رو انجام میدین در یک تایم کوتاه مدت در یک شرایط بسیار عالی زیر کولر یا حالا با همراه با بخاری و صدای آهنگ بلنده هیچ وقت از مناطق نمیتونید استفاده کنید، ولی تو سفر با دوچرخه تک تک این جزئیات رو دقت میکنید و اون خستگی که طی مسیر دارید خیلی این سفر رو لذت بخش میکنه، یعنی به شما هدفمند میکنه. در صورتی که اگه شاید با ماشین سفر بکنید یا حالا با هواپیما یه وسیله سریع‌تر انقدر متوجه نشه. و نکته سومش هم برخورد با مردم جوامع محلیه. در حالت عادی شما وقتی که سفر میکنید فقط در حد خرید و فروشه، ولی وقتی که با دوچرخه سفر میکنید مردم از شما میپرسن اتفاقاتی که طول مسیر افتاده، از کجا اومدید، کجا رفتید و این ارتباط خیلی عمیق‌تره.